در بنی اسرائیل یک نوجوان بود. او اینقدر گناهکار بود که مردم از او بیزار شدند و او را از دهات بیرون کردند. چند روز بعد اوقات این شخص تمام شد. نه آب یافت و نه طعام. آهسته آهسته مرگ به کنارش آمد. وقتی که او احساس کرد که اکنون چاره ندارد میمیرد، طرف دست راستش نگاه کرد تا اینکه ببیند کسی هست یاردم کند. کسی را ندید. باز طرف چپش نگاه کرد. کسی را ندید. با چشمانی پر از اشک و غم و بسیار با حسرت و ندامت طرف آسمان نگاه کرد و گفت: ای همان پروردگاری که از بخشیدن گناهان برای تو ضرری نمی رسد و عذاب دادن برای تو فایده نمی آرد. من در زندگی همیشه نافرمانی تو را کردم. مردم از من بیزار شدند و مرا همه پرتافتند. من امروز بی کس و تنها ماندم. برای من رحم کن. اکنون که آمدی من هست به طرف تو، مرا تنها نگذار. من از بندگان نیکت شنویده بودم که تو بسیار بخشنده و مهربان هستی. مرا تنها نگذار. همین سخنها را در حال تکرار بود که روحش پرواز کرد. الله مهربان حضرت موسی علیه السلام را گفت: موسی، یک یار من در جنگل وفات یافته است. برو و او را به جنازه آماده کن و اعلان کن به مردم: کسی که در جنازه همین شخص شریک شود، الله جل جلاله گناهان او را هم می بخشد. مردم آمدند و دیدند که همان شخص بدکرداری که از دهات به درگاه کرده بودند همان است. مردم گفتند: موسی، چیها میگویی تو؟ آیا همین یار و دوستی الله است؟ این همان شخص است که ما از این بیزار شدیم و از دهات رانده کرده بودیم. چطور دوست و یار الله شد؟ چطور به این مرتبه رسید؟ حضرت موسی علیه السلام گفت: یا الله، بنده های تو چنین میگویند و تو چنین میگویی. الله مهربان فرمود: بنده های من راست میگویند و من هم راست میگویم. این شخص همین طور بود، طوری که آنها گفته ایستاده‌اند. اما این شخص وقتی که به مرگ نزدیک شد، طرف راستش نگاه کرد. کسی را ندید. باز طرف چپش نگاه کرد. کسی را ندید. سپس با دل شکسته و ناچار طرف من متوجه شد: ای موسی، آن وقتی که از روی ناچاری و تنهایی و ندامت مرا خواند، برای غیرت و رحمت من گوارا نبود که همه او را پرتافتند و از وی روی گردانیدند. من هم او را پرتایم و به فریادش نرسم. قسم به عزت و جلالم ای موسی، اگر همان وقت این شخص برای بخشیدن همه انسانهای دنیا مرا می پرسید، به طفیل اشک چشمانش همه را می بخشیدم. الله مهربان همه ما را در حال مرگ نصیب کن که گناهان ما را بخشیده باشی و خودت از ما راضی باشی. آمین. إلهي جعل كتابك لي شفيعا وبلغني به الشأن الرفيع.
شفيعا إذا جمع الأنام بيوم حشر وقد حملوا بضاعتهم جميعا.